بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. به ادامه کلیپ های گذشته ما دعاوی متفاوتی را داریم که در محاکم مورد بررسی قرار میگیره و یا به عبارت دیگر اگر خواسته باشیم دعاوی را تقسیم بکنیم میگیم حداقل به 4 بخش عمده دعاوی ما مورد رسیدگی قرار میگیره. 1 دعاوی که مربوط به محکمه ابتدایی مدنیه، 2 دعاوی که مربوط به تجارتیه، 3 دعاوی که مربوط به جزاییه و 4 دعاوی که مربوط به چیه؟ مربوط به امنیت عامه. هر یکی از این دیوانها حداقل صلاحیت‌های مختلف و متفاوت و منحصر به فرد خود را دارند. از جمله دیوان مدنی چه نوع موضوعات در واقع دیوان مدنی مورد بررسی قرار میده؟ فراموش نکنیم که دیوان مدنی موضوعات و دعاوی مختلف به بحث میگیره و مورد بررسی قرار میده، اما عمده و یا مهمترین این دعاوی 1 دعوای میراث مربوط میشه به دیوان مدنی، 2 دعوای ضمانت مربوط میشه به دیوان چی؟ مدنی، 3 دعوای غصب مربوط میشه به دیوان مدنی، 4 دعوای استحقاق مربوط میشه به کجا؟ مربوط میشه به دیوان مدنی. مجموع دعاوی فامیلی مثل مهریه، مثل خلع، مثل طلاق و سایر موضوعات مربوطه به فامیلی هم مربوط به دیوان چی میشه؟ مربوط به دیوان مدنی میشه. یعنی این موضوعاتی که در اخیر ما مورد بحث قرار دادیم اینا مهمترین موضوعاتیه که در دیوان مدنی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. 1 از جمله دعاوی که ما مورد بحث قرار دادیم در محاکم دیوان مدنی. دومین دیوان تجارتیه. ما در دیوان تجارتی چه نوع دعاوی میتونین ادعا بکنین و عارض بشیم و او دیوان صلاحیت داره که بررسی بکنه؟ 1 مجموع دعاوی نقدینگی و یا پول، یعنی شما هر مقداری به هر نوع پولی، چی افغانی باشه، چی دلار باشه، چی کلار پاکستانی باشه و سایر ارزهای خارجی، وقتی که شما از شخص حقیقی و یا حقوقی به اصطلاح ادعا دارین و عارض هستین، میتونیم در دیوان تجارتی مورد چی قرار بدین؟ مورد بحث و رسیدگی قرار بدین. این از صلاحیت دیوان تجارتیه. تمام شرکت ها موضوعات مربوط به شراکت مربوط به کی میشه؟ مربوط به دیوان تجارتی میشه. پس شما هر نوع موضوع شراکت و تصفیه شراکت را که دارین میتونین به دیوان تجارتی اقدام بکنین و دیوان تجارتی اون موضوع شما مورد رسیدگی قرار میده. بحث تخلیه و تسلیمی هم مربوط به کی میشه؟ مربوط به دیوان تجارتی میشه. یعنی شما هر موقعی خواسته باشیم تسلیم بشیم یک عقاری را، یک زمینی را که هنوز برای شما تسلیم داده نشده و تخلیه نشده، مربوط به دیوان تجارتیه که در واقع میتونین از آدرس او دیوان موضوع خود را به پیش ببرین. سایر موضوعات دیگری هم هسته، به خاطر قلت وقت در واقع نمیتوانیم تمام موضوعات در این کلیپ حداقل به بحث بگیریم. کلیپ های دیگر به خدمت شما خواهیم بود. در دیوان جزا بیشتر مسائل جرم و جنایت و جرائم جناییه، مانند سرقت، مانند قتل، مانند فساد یا جرائم اخلاقی توجه کردین و امثال این مسائل در دیوان جزا مورد بحث قرار میگیره و مسائل دیگری هم هست که او هم انشاءالله در کلیپ های بعدی خدمت شما بیان خواهد شد. محکمه امنیت عامه هم مسائل مربوط به امنیت عمومی را مورد بررسی قرار میده. فرض کنیم اختطاف، فرض کنیم گروگانگیریه، به عنوان مثال قاچاق مواد مخدره و یا قاچاق انسان و امثال این موضوعات، مثل فریبکاریه و خیلی از موضوعات دیگری که انشاءالله در کلیپ‌های آینده حتما ما به خدمت شما خواهیم بود. با تشکر.